به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید و آنچه از نزول عذاب را که شما به شتاب خواستار آن هستید نزد من نیست. حکم و فرمان تنها از آن الله است که حق را بیان می کند و او بهترین جدا کننده حق از باطل است. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمین. بگو اگر آنچه که شما بدان شتاب دارید نزد من بود بر شما نازل می کردم و کار میان من و شما به پایان می رسید و الله به ستمگران داناتر است. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. و کلیدهای گنجینه‌های غیب نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی‌داند. آنچه را در خشکی و دریاست می‌داند و هیچ برگی از درخت نمی‌افتد مگر اینکه آن را می‌داند و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن ثبت است. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. و اوست کسی که شبانگاه روح شما را به هنگام خواب میگیرد و آنچه را در روز به دست آورده اید میداند، سپس شما را در آن روز بیدار می کند تا هنگامی معین به سر آید. آنگاه بازگشت شما به سوی اوست، سپس شما را از آن چه انجام می داده اید آگاه خواهد کرد. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. و او بر